الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. با شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تجلی اخلاق اسلامی در قرآن کریم. اگر بیننده قسمت‌های قبلی بوده باشید، در قسمت‌های قبلی درباره یکی از صفات بسیار خطرناکی که الله تعالی امت را از اون برحذر داشته، یعنی نفاق، صحبت می‌کردیم و صفات منافقین در قرآن کریم. اگر بخوایم به یکی دیگر از صفاتی که در قرآن کریم ذکر شده، در آیات قرآن کریم ذکر بکنیم، آیات سوره مبارکه نساء آیات 138 به بعد بعضی از صفات منافقین رو برای ما ذکر میکنه. بعضی از این صفات رو در قسمت‌های قبلی اشاره کردیم بهش و گذرا بهش پرداختیم. یکی از مهمترین صفاتی که الله تعالی برای منافقین در قرآن کریم ذکر میکنه، همکاری اونها با کفار و مشرکینه، دوستی اونها با دشمنان اسلام، دشمنانی که در لباس دین، در لباس اسلام با ادعای دوستی از صف مسلمین دست همکاری دادن با دشمنان اسلام، با مشرکین، با مسیحیان، با یهودیان. الله تعالی در آیه 138 سوره مبارکه نساء می‌فرماید: بشر المنافقین بأن لهم عذابا الیما. بشارت بده منافقین رو. این بشارت زجری است، یعنی چیز خوبی نیست که بشارت داده بشه بهشون. بشارت بده اونها رو به عذابی دردناک، عذابی بسیار دردناک در انتظار اونها خواهد بود. الذین، یکی از صفات منافقین اینجا ذکر میشه، کسانی که منافقین کسانی هستند که یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اینها کفار رو، دشمنان اسلام رو به دوستی گرفتن به جای این که مسلمانان رو، مؤمنین رو به دوستی بگیرند. اینا دوستانشون دشمنان اسلام هستند، اینها اصلا با اونها همکاستن، چون خودشون از اونها هستن، جنسشون از اونها هست. ایبتغون عندهم العزة، آیا این کسانی که در صف مسلمین به ادعای اسلام و خودشون رو مسلمان هم میدانند، دست دوستی دادن با مشرکین، با کفار، آیا اینها به دنبال عزت و دنبال افتخار و به دنبال قدرت هستند نزد مشرکین؟ آیا اینها از این رابطه دوستی خودشون به دنبال اینن که به نوایی برسن، به عزتی برسند؟ آیا فراموش کردن که عزت کجاست؟ ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جمیعا، آیا عزت رو نزد اونها جستجو میکنن؟ باید بدونن که عزت همش پیش الله تعالی است و الله تعالی است که مالک خزانه های عزت آسمان و زمینه و عزت پیش الله است و عزت پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و مؤمنینه. چرا که ایمان پیش اونهاست، چرا که اسلام پیش اونهاست، چرا که الله تعالی که مالک عالم، خالق عالم و تمام قدرت عالم تحت اراده اوست، از مسلمان هست. فإن العزة لله جمیعا، تمام عزت از جانب الله تعالی است. یکی از صفات منافقین دوستی با دشمنان دینه. همون مسئله که الله تعالی بسیار برحذر داشته این امت رو از این امر، یعنی دوستی گرفتن دشمنان الله، محبت اونها رو در دل آوردن، با اونها بر ضد مسلمین همراه شدن، با اونها بر ضد منافع دین نقشه کشیدن و اونها رو یاری کردن در این راه. الله تعالی در آیات مختلف قرآن کریم مسلمان ها رو برحذر داشته از این صفت خطرناک، از این کفر آشکارا. دوستی با دشمنان یعنی دست شستن از اسلام.
در سوره مبارکه مائده الله تعالی در آیه 51 فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ای کسانی که ایمان آوردید یهودیان و مسیحیان رو به دوستی نگیرید. و من یتولهم منکم بعضهم اولیاء بعض. اونا خودشون بعضی دوستای دیگه هستن، بعضیاشون دوست بعضیای دیگه هستن. مسیحیان دوست یهودیان، یهودیان دوست مسیحیان. چیزی هم که ما در واقع عمل داریم میبینیم. تمام یهودیانی که الان روی زمین هستن و مسیحیان با هم چه تفاهم‌ها دارن، چه قراردادها با هم نوشتن. ای مؤمنین، شما از اونها نیستید، شما از جمع اونها نیستید، شما از نوع اونها نیستید. شما الله رو میپرستید، اونها الله رو قبول ندارن، اونها دشمنان الله هستن، اونها خالق شما رو نپذیرفتن و به دشمنی گرفتن. اگر کسی از شما و من یتولهم منکم فانه منهم، اگر احیانا کسی از شما مسلمان ها، کسانی که ادعای ایمان دارید، اونها رو به دوستی گرفت، یعنی با یهودیا و مسیحیا دوست شد، یعنی که محبت اونها رو در دل آورد، یا اینکه با اونها بر ضد مسلمین همراه شد، بر ضد منافع دین همراه شد، بر ضد حکم خدا و رسولش همراه شد. و من یتولهم منکم فانه منهم، اون شخصی که با مسیحیا و یهودیا دوستی کرده، اون هم یکی از اونهاست. چرا؟ طبیعی هم هست، باید هم اینگونه باشه. وقتی انسان ادعای محبت الله رو داره، باید با دوستان الله دوست باشه و با دشمنان الله دشمن باشه. و الله تعالی فرمود لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. در ابتدای سوره ممتحنه فرمود ای کسانی که ایمان آوردید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمنان خودتون و دشمنان من رو به دوستی نگیرید. و باز الله تعالی فرمود لا تجد قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. شما نخواهید یافت قومی رو که محبت الله رو داشته باشن و اعتقاد به الله داشته باشن و اعتقاد به روز قیامت داشته باشن و دوستی بگیرن کسانی رو که با الله و رسولش دشمنی دارن. الله تعالی انسان مسلمان رو منع کرده که از اون که دست دوستی بده با دشمنان اسلام. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. در سوره مبارکه آل عمران آیه 118 فرمود که ای کسانی که ایمان آوردید، دوست صمیمی شما، بطانه چیزی که انسان رو گرم میکنه، پتویی که دور بر انسان پیچیده میشه، هر چیزی که انسان رو وقتی انسان اون رو دور خودش میپیچونه اون رو گرم میکنه. دوست صمیمی هم اطلاق میشه، چون دوست صمیمی واقعا انسان رو گرم میکنه، انسان رو در آغوش میگیره، انسان رو در حمایت خودش میگیره، با یاری خودش، با نصرت خودش انسان رو یاری میکنه، گرم میکنه. لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم. اونها همیشه به دنبال این هستن که به شما ضربه بزنن، اونها همیشه به دنبال این هستن که شما در سختی بیافتید، در مشکلات بیافتید، همیشه خوشحال میشن از اینکه شما رو در دچار مصیبت ببینن، دچار گرفتاری ببینن. قد بدت البغضاء من افواههم. دشمنی اینها از زبون اینها آشکاره. اینها بر ضد پیغمبر شما دارن صحبت میکنن، بر ضد دین شما دارن صحبت میکنن، بر ضد الله دارن صحبت میکنن، بر ضد قرآن دارن صحبت میکنن، بر ضد مسلمین دارن صحبت میکنن. و ما تخفی صدورهم اکبر. اما اون چیزی که به زبون دارن میارن تازه اینه، اون چیزی که در قلب دارن اینها خیلی بدتر از اون چیزی که اینا به زبان آوردن. اون چیزی رو که در قلب اینها پنهان کردن، دشمنی و کینه ای رو که اینها در قلب نسبت به ما دارن، خیلی بدتر از اون چیزی که اینها به زبان آوردن. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. ما قرآن رو، ما آیات خودمون رو به شما بیان میکنیم، به شما میرسونیم، به شما تعلیم میدیم اگر شما عقل خودتون رو به کار بندازید، اگر شما بفهمید، اگر شما درک بکنید. و هیچ وقت الله تعالی میفرماید این دو گروه، یعنی یهودیان و مسیحیان، از شما راضی نخواهند شد مگر اینکه شما کلا دین اونها رو بپذیرید، مگر اینکه شما یکی مثل اونها بشید. این قول الله تعالی است. کسانی که فکر میکنن دوستانی از یهود و دوستانی از مسیحیان برای خودشون گرفتن، هم پیمانانی برای خودشون جمع کردن و اونها از اینها راضی هستن، ما شریکان تجاری داریم، شریکان نظامی داریم، شریکان فلان داریم. حالا بحث تجارتش اگر فقط بر حسب تجارت باشه مشکلی نیست، اما وقتی که بحث شراکت نظامی است و بر ضد مسلمین داره این شراکت استفاده میشه و عده‌ای فکر میکنن که این هم پیمانان از اونها راضی خواهند شد به همین سادگی. اینها هنوز این قرآن رو نفهمیدن، هنوز این آیه رو نفهمیدن یا حتی ندیدن، نخوندن. الله تعالی میفرماد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هرگز یهودی‌ها و مسیحی‌ها از شما راضی نخواهند شد مگر اینکه شما اصلا پیرو ملت اونها بشید، یا شما مسیحی بشید یا شما هم یهودی بشید. مسیحی‌ها و یهودیان
هرگز از شما راضی نخواهد شد مگر اینکه اونها رو شما در دینشون پیروی بکنید، یعنی شما مسیحی بشید و یهودی بشید. این آیه 120 سوره مبارکه بقره است. الله تعالی میفرماید یک از صفات منافقین اینه که اینها میرن و چیکار میکنن؟ اینها میرن و با دشمنان دین دست دوستی میدن، با اونها محبت میکنن، با اونها بر ضد مسلمین و منافع مسلمین و حکم اسلام و قرآن دارن هم پیمان میشن. ابتغون عندهم العزة. برگردیم به سوره مبارکه نساء و اون آیاتی که شروع کردیم، آیه 138 و 139. آیا از اونها عزت رو میطلبن؟ آیا اینا فکر میکنن که با دوستی با کفار و مشرکین به پیشرفت میرسن؟ اینا چون در لباس این، در زیر اسم این شعارهای فریبنده داره این کارها انجام میشه. ما به پیشرفت میرسیم، ما کشورهای متمدن، کشورهای پیشرفته، کشورهای جهان اول ما رو به جلو میبرن، ما رو کمک میکنن. بحث تجارت، بحث معاملات تجاری، بحث قراردادهای تجاری، بحث کمک خواستن در بحث صنعت، این بحثی نیست. هیچ کسی با این مشکل نداره. اسلام هم هیچ وقت با این مشکل نداشته و در صدر اسلام هم این بحث ها بوده. اما وقتی که محبت یک شخص در قلب میاد، انسان مسلمان یک کافری رو دوست داره، محبت اون رو در دل آورده، در همون دلی که ادعای محبت الله رو داره، محبت غیر الله رو هم در اون داره و بلکه محبت دشمنان الله رو در اون آورده، این ادعا چی میتونه باشه معنیش؟ انسان با زبان ادعا بکنه که الله رو دوست داره اما در قلبش دشمنان الله رو دوست داره، در قلبش هنوز متنفر نیست از دشمنان الله و الله تعالی هم خواسته از اون که این گونه باشه. این دوگانگی نیست. معناش چیه؟ این تفاوت قلب و زبان معناش نفاق نیست. چیه؟ ما که گفتیم نفاق همینه که انسان با زبان چیزی رو بیاره که در قلب نداره. به زبان ادعا ایمان میکنه اما در قلب هنوز به اون معنی واقعی ایمان نرسیده یا اصلا قبول نکرده. یکی از صفاتی که منافقین دارن الله تعالی میفهمد اینها کسانی هستن که دست دوستی به پیش مشرکین دراز کردن، دست دوستی به پیش کفار دراز کردن و الله تعالی فرمود که ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. بسیار از اینها رو میبینی که کفار رو به دوستی گرفتن، دشمنان اسلام رو به دوستی گرفتن. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم و فی العذاب هم خالدون. اینها رو میبینی که دشمنان دین رو به دوستی گرفتن. چه چیز بدی رو اینها پیش فرستادن برای خودشون. اگر میدونستن و جاودانه در عذاب اینها خواهند ماند. ولو کانوا یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الیهم ما اتخذوهم اولیاء. اگر اینها به الله و پیامبرش و قرآن ایمان داشتن، اون چیزی که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده، هرگز اینها دست دوستی با کفار و مشرکین دراز نمی‌کردند و اونها رو به دوستی نمی‌گرفتند و با اونها محبت نمی‌کردند. اینها در آیات 80 و 81 سوره مبارکه مائده ذکر شده. این آیات الله تعالی کسانی رو که با یهودیان و مسیحیان و دشمنان دین دوستی دارند، رابطه تجاری نه، دوستی دارند، محبت دارند و در روابط نظامی اگر دارند یا رابطه های تجاری که دارند، اون رابطه بر ضد مسلمین داره استفاده میشه یا منافعی که از اون رابطه داره به دست میاد، منافع در جاهایی خرج میشه که بر ضد اسلام و مسلمین داره استفاده میشه. این هم یکی از بزرگترین صفات منافقین در قرآن ذکر شده. با ما باشید بعد از یک میان برنامه با ادامه این مبحث. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون وضوء للرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونيل المنى وتصفو الحياة بهدي الحبيب هلما فسر في ركاب الهدى. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به وعده خود وفا کنید. وأقف طريقا به الصالحون وضوء للرشاد وحازوا العلا
أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفو طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا. با عرض سلام مجدد. در ادامه آیاتی که در سوره مبارکه نساء 138 به بعد الله تعالی درباره منافقین ذکر می‌فرماید، اشاره کردیم که یکی از صفاتی که منافقین دارن و در قرآن ذکر شده اینه که با کفار دست دوستی میدن و محبت اونها رو در دل آوردن و با اونها همکارن در بحث‌های نظامی، بحث‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی بر ضد دین و جاهایی که منافع حاصله از این روابط بر ضد دین استفاده میشه. در آیه 140 الله تعالی می‌فرماید و در کتاب بر شما نازل شده اگر هنگامی که دیدید که آیات الله، احکام الله که در قرآن کریم ذکر شده مورد انتقاد قرار گرفتن، کفر شدند، یعنی رد شدند، یعنی کسی اومد و یکی اومد راحت آیات قرآن رو رد کرد، این چیه؟ این آیات مال 1400، این حکم چه دردی میخوره، این حکم اون حکم، این حکم، انگشت گذاشت روی احکام الله. یکفر بها و یستهزأ بها و مورد تمسخر قرار داد. فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیر، با اونها نشینید مگر اینکه این بحث رو عوض بکنن. انکم، اگر این گونه نشد، یعنی اونها دارن به تمسخر خودشون به آیات الله و تمسخر خودشون به احکام رسول صلی الله علیه و سلم ادامه میدن و انسان مسلمانی که اونجا رفته و خبر داره و داره میبینه این رو، هنوز هم همنشینه با این عده، هم محفل و هم مجلس با این اشخاص و ترک نکرده، الله تعالی فرمود انکم اذا مثلهم، اون موقع شما هم مانند اونها خواهید بود. الله تعالی کافرین و منافقین رو در جهنم جمع خواهد نمود. این یکی از صفات منافقینه. منافقین کیا هستند؟ کسانی که به آیات الله کفر کردن و آیات الله رو مورد تمسخر قرار دادن. اینها صفاتی از صفات منافقینه. الله تعالی میفرماید هرگاه شما دیدید جایی که آیه از آیات الله مورد تمسخر قرار میگرفت، حکمی از حکم قرآن، هر کدوم از آیاتی که در قرآن کریم ذکر شده یا احکامی که در قرآن ذکر شده، نماز خواندن، روزه گرفتن، حج رفتن، حتی احکامی که در بحث قصاص ذکر میشه، احکامی که در میراث ذکر شده، اینا مورد تمسخر قرار بگیره، این کفر آشکار است. اگر کسی آیه از آیات قرآن رو رد بکنه و قبول نداشته باشه، گویی که حرف الله رو قبول نداره و یا گویی این که معتقد به اینکه این قرآن تحریف شده، در حالی که قرآن کریم فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این کلام رو فرستادیم، الله تعالی میفرماید و ما اون رو محافظت خواهیم کرد در آیه 9 سوره مبارکه هجر. اگر اعتقاد به تحریف داره که باز کافر خواهد شد. اگر اعتقاد به تحریف نداشته باشه، گویی برای این اعتقاد که الله تعالی اشتباه کرده و این چه کفری از این بزرگتر. به هر حال هر کسی که آیه از آیات قرآن رو انکار بکنه کافر خواهد شد و کسی که تمسخر بکنه با آیات قرآن او هم کافر خواهد بود و منافقین این صفت رو الله تعالی میفرماید دارن و اگر کسی که با اینها همراه باشه اون هم چون اینها رو تایید کرده تایید کفر است و او کافر خواهد شد. انکم اذا مثلهم، اگر کسانی که این رو میبینن، مسلمانانی که این جو رو میبینن خارج نشدن مگر اینکه اونها بحث رو عوض بکنن یا در بحث دیگه داخل بشن و نشستن و دارن میبینن کفریاتی که داره گفته میشه نسبت به خدا، نسبت به رسول، نسبت به دین، نسبت به بحر مقدسات دینی و اینها نشستن یا تایید میکنن یا اگر تاییدم نمیکنن ناراحت هستن بازم سکوت کردن و تکون نمیخورن، نمیرن بیرون، کوچکترین کاری رو که باید انجام بدن هم انجام نمیدن، انکم اذا مثلهم، موقع شما هم مانند اونها خواهید بود. اینه که دیگر از صفات منافقین که الله تعالی میفرماید منافقین تمسخر میکنن احکام دینی رو، منافقین قبول ندارن احکام دین. حالا این بحث رو که انشالله در جلسه بعدی بیشتر با این خواهیم پرداخت در بحث این که منافقین حکم الله و رسول رو کامل اصلا قبول ندارن، اصلا دوست ندارن که حکم الله و رسول بر جامعه حکم فرما باشه. ادامه آیات در آیه 141 که دیگر از صفات منافقین الله تعالی بیان می‌فرماید الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من الله قالوا الم نکن معکم، کسانی که همیشه در کمین شما هستن، وقتی که به شما پیروزی میرسه به اونها میگن مگر ما با شما نبودیم، اونها خودشون میارن سمت مسلمان ها. وقتی منفعتی نصیبشون باشه، احساس بکنن منافع گیرشون میاد، به مسلمان ها خودشون رو نسبت میدن. و این کان للکافرین نصیبون، اگر ببینن که به کفار، به سمت مشرکین یک چیزی رسید که اینا از اون طرف میتونن چیزی گیرشون بیاد و به هر حال دستشون به جایی میرسه، به یک مالی خواهند رسید،
قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین. آیا ما نبودیم که اگر می‌خواستیم بر شما چیره می‌شدیم؟ اگر ما نبودیم که مسلمان ها را از این که به شما دست پیدا بکنن مانع شدیم و مانع دست یافتن مسلمان ها به شما شدیم و با شما همکاری کردیم؟ این دورویی از اون طرف با مشرکین، از این طرف با مسلمین، این یک از صفات منافقینه که در ابتدای سوره بقره هم الله تعالی به این اشاره فرمود که وقتی که با مؤمنین میگن ما با شما هستیم، وقتی که با شیطان های خودشون، بزرگان خودشون خلوت میکنن میگن ما با شما هستیم، فقط اینها رو مسخره میکردیم. الله تعالی میفرماید که روز قیامت الله بین اینها حکم خواهد کرد. این منافقین خوش نباشن که همینجوری رها شدن به خیال خودشون. و الله تعالی هرگز کفار رو بر مسلمین مسلط نخواهد نمود، به این معنا که هرگز الله تعالی راه رو برای اونها باز نخواهد کرد که اونها همیشه مسلط باشن. شاید بعضی وقتها این اتفاق بیفته، اما هرگز الله تعالی میفرماید ولا یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. الله تعالی هرگز برای کافرین راهی رو باز نخواهد کرد که اینها همیشه بر مؤمنین مسلط باشند. ادامه آیه باز الله تعالی دوباره صفات منافقین رو ذکر میفرماید که ان المنافقین یخادعون الله. منافقین میخوان که الله را فریب بدن و هو خادعهم، در اصل خودشون دارن فریب میخورن، یعنی گویی که الله است که اونها رو داره فریب میده. اینا خودشون دارن خودشون رو فریب میدن، اینا خودشون دارن فریب میخورن در این معامله‌ای که با الله تعالی دارن. یکی دیگر از صفاتی که الله تعالی ذکر میکنه برای منافقین در این آیه، یعنی 142 سوره مبارکه نساء، اذا قاموا للصلاة قاموا کسالی. وقتی اینها میرن نماز بخونن به تنبلی میرن نماز بخونن، به سختی بلند میشن برای نماز خوندن، چون اینا اعتقاد ندارن به الله تعالی، چون این نماز هنوز اون جایگاه و اهمیتش در قلب‌های اینا نیومده، اصلا اعتقادی به خدا ندارن که جلوش خم بشن، به رکوع برن، به سجده برن. فقط به خاطر دید مردم، به خاطر اینکه مردم اینها رو به عنوان مسلمان قبول بکنن، اینها اومدن و نماز میخونن. اینی که برای اینها سخته. وقتی برای نماز صبح بیدار میشن، وقتی برای نمازهای دیگه اینا میرن، به سختی و به مشقت حرکت میکنن به سمت مساجد و به سمت نماز. نماز خوندن برای اینا سخته، اینا نمیتونن به راحتی نماز بخونن. اینا با روح نماز هنوز نرسیدن، اینا اصلا به خود اصل نماز باور ندارن. و اذا قاموا للصلاة قاموا کسالی. وقتی که به سمت نماز بلند میشن به زور میرن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن نماز کسی که میگذاره نماز عصر خودش رو میذاره تا اون لحظه‌ای که نماز داره غروب میکنه و غروب آفتاب نزدیک شده، حالا بلند میشه 4 تا نوک میزنه، تعبیر حدیث هم همینه، 4 تا نوک میزنه، این نماز منافقه، این نماز منافقه و این نماز منافقه. انسان مسلمان باید در بحث نماز خوندن خودش و نحوه ادای نمازش بسیار بسیار دقت بکنه که خدایی نکرده این صفت منافقین شامل حالش نشه. و اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالی یراؤون الناس. اینها فقط به خاطر ریا دارن انجام میدن کارهای خودشون. یکی دیگر از صفات منافقین اینه، کارهایی که انجام میدن ریاکاریه. یعنی چی؟ یعنی به خاطر دید مردمه، به خاطر رؤیت مردمه، به خاطر اینکه در مقابل دیدگان عده‌ای از مسلمین کم نیارن، اومدن مشغول شدن به عبادت کردن. اگر نمازی میخونن به خاطر مردمه، اگر صدقه میدن جلوی جمع به خاطر مردمه، اگر حج میدن به خاطر مردمه. هر کاری که در دین انجام میدن، تلاوتی میکنن به خاطر مردمه، نه به خاطر الله. به خاطر اینکه مردم اینها رو به عنوان مسلمان بپذیرن و مردم قبول بکنن که آقا این یکی از خود ماست. یراؤون الناس. اینها عبادتایی که انجام میدن همش ریاکاریه. اینا هیچ کدوم به خاطر اخلاص ندارن، به خاطر الله نیست، به خاطر غیر الله است، به خاطر مردمه. خب طبیعتا وقتی کاری به خاطر مردم باشه، پاداششون باید از مردم بخوان و طلب بکنن و روز قیامت هیچ حاصلی برایشون نخواهد داشت. این عبادتایی که انجام دادن ظاهرش فقط عبادت بوده و از حقیقت عبادت غافل بودن. ولا یذکرون الله الا قلیلا. اینها بیاد الله نمیافتن مگر اینکه بعضی وقتها که در محافلی که میشینن دور بری هاشون نشستن، مسلمان هایی که دور برشون هستن، مؤمنینی که دور برشون هستن، تو اون محفل شاید الله رو یاد بکنن تا بقیه اینها رو به عنوان مسلمان بپذیرن. محفلی از همه شروع کردن دارن قرآن میخونن، دارن نماز میخونن، اینها هم میرن اسمی از الله میارن، یادی از الله میکنن، یا اینکه در بعضی از محافل به خاطر خودشون رو ثابت بکنن، خودشون رو به رخ مردم بکشن، شروع میکنن از الله یاد کردن و از ذکرش نامش. ولا یذکرون الله الا قلیلا مذبذبین بین ذلک. اینا سر دوراهی موندن، دو دلن، لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. اینا بین اسلام و کفر موندن، نه مسلمونن کامل فقط ادعای اسلام دارن، نه کافرن علنی، نه مسلمون واقعی هستن، نه کافر علنی هستن. اینا هیچ کدوم نیستن. اینا این طرفی هم این طرف هم موندن، این طرف هم موندن. مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء.
و راجع به اینها الله تعالی در سوره مبارکه 18 آیه 11 فرمود و من الناس من یعبد الله علی حرف. اینا همون کسانی هستن که الله رو با دو دلی عبادت میکنن. و این اصحابه خیر و اطمئن به. وقتی که خیر به اینها میرسید میگن خب این خاطر مسلمان ها رسید، یک کمی تمایل پیدا میکنن به اسلام، یک کمی میان به سمت اسلام. و این اصحابه فتنه انقلب علی وجهه. وقتی که به اینها یک مصیبتی میرسه، دچار مشکلی میشن، سختی به اونها میرسه، برمیگردن پشت سر همه چی رو یادشون میره. انقلب خسر دنیا و آخرت. اینها وقتی که پشت میکنن دنیا و آخرتشون زیان میکنن. این عده کسانی هستند که نه به این سمتن نه مال این سمتن. مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا. و کسانی رو که الله به گمراهی بکشونه هرگز برای اونها راهی برای هدایت پیدا نخواهد شد. الله تعالی بار دیگر در آیه 144 همون مسئله مهم رو که در ابتدا ذکر شد، یعنی خطر دوستی با کفار و مشرکین رو باز گوشزد می‌فرماید به مسلمانان که باز هم مواظب باشید که دچار این مصیبت نشید، دچار این گناه بزرگ نشید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. شما کفار رو به جای مؤمنین به دوستی نگیرید. اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. آیا شما میخواید با این کارتون، یعنی دوستی با کفار و مشرکین، برای خودتون یک حجتی رو از طرف الله قرار بدید؟ یعنی اینکه الله تعالی یک حجت کاملی برای شما پیدا بکنه که این حجت باعث میشه که خب طبیعتا وقتی که کسی که اونها رو به دوستی میگیره کافر میشه و این کافر شدن دلیلی میشه برای جهنم رفتنش و حجتی میشه برای جهنم رفتنش. آیا شما میخواید پیش الله یک حجت قاطی داشته باشید، یعنی الله تعالی حجت قاطی داشته باشید تا شما رو عذاب بکنه باشه؟ بعد الله تعالی در آیه بعدی به سرنوشت منافقین اشاره می‌فرماید. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین در پایین ترین درجه جهنمند. منافقین در بدترین درجه جهنم، حتی از مشرکین و کفار هم درجه اونها پایین‌تر خواهد بود، مگر اون کسانی که در آیه آخر آیه 146 می‌فرماید که مگر کسانی که توبه بکنن و چنگ بزنن به ریسمان الهی و برگردن و خالصانه بکنن اعمال خودشون رو با در رابطه خودشون رو با الله تعالی، عبادت‌های خودشون رو خالصانه بکنن، اونها رو الله تعالی به همراه مؤمنین قبول خواهد کرد و اونها رو الله تعالی می‌فرماید بعد از توبهشون و بعد از اصلاحشون و بعد از خلوص نیتشون الله تعالی به اونها اجر و پاداش کاملی عطا خواهد فرمود. این مسئله بحث دوستی با کفار، بحث همراهی با کفار، بحث محبت با کفار. حالا این کفار مهم نیست که حتما کافری باشه که در جنگ با اسلامه و نیروی نظامی داره، حتی کافری که در جنگ با اسلام هم نیست، یک تاجر اما کافره، یک ورزشکار اما کافره، به حال چون که کافره و چون که دشمن الله تعالی است، همین که این انسان با اون محبت کرده، همین که این انسان آمده و دشمن الله رو و دشمن رسول رو و دشمن دین رو به دوستی گرفته، خودش رو در معرض خطر نفاق قرار داده. مسئله بسیار مهمی است که ما باید مد نظر ما باشه. بسیار از عزیزان متاسفانه مشاهده میشه که غیر مسلمین رو، کسانی که دشمنی دارن حتی علنی با اسلام، اونها رو به دوستی گرفتن. شاید حالا رسما دست دوستی باش نداده باشن، شماره تلفنی ازش نداشته باشن، به هر حال ارتباط تلفنی ندارن، نمیبیننش، ولی همین که محبت یک شخصی رو که کافره و دشمن الله است و دشمن رسوله و دشمن دینه، همین که الله را به عنوان خالق خودش و به وحدانیت نپذیرفته، خودش کافیه برای کافرش و خودش همین دلیل کافیه برای اینکه دشمن با الله است. اون شخص دشمن الله است چرا که اون رو قبول نکرده و برای شریکانی قائل شده و این بزرگترین توهین نسبت به الله تعالی است. حال همچین شخصی رو انسان بیاد و محبتش رو در دل خودش بیاره به بهانه اینکه این فلان بازیگره، ایشون فلان ورزشکاره، ایشون ستاره فلان جاست، ایشون ستاره فلان قسمته. این محبت رو در دل آوردن، عکس اون رو در دیوار خونه زدن، به خاطر اون شاد شدن، به خاطر اون ناراحت شدن، به خاطر اون به سر کله هم دیگه پریدن و وقت خود رو تلف کردن به خاطر اون، اینها مسائل بسیار خطرناک است. اینها صفات نیکویی نیست. اینها صفاتیه که به نفاق میکشونه انسان را. اینها صفاتیه که باعث دوگانگی ادعا و اعتقاد ما میشه.
این صفات محبت اینها رو در دل داشتن و محبت الله رو به زبان آوردن و دشمنی با اینها رو ابراز کردن در زبان، این صفتی از صفات منافقینه که باید همه ما مد نظرمون باشه تا خودمون رو به این صفت مبتلا نکنیم. یکی دیگر از صفات بسیار مهمی که منافقین دارن و در آیات قرآن مجید بهش اشاره شده، بحث عدم قبول حکم الله و رسوله. منافقین که دیگر از صفتهایی که دارند و شناخته میشن با این صفت در صف مسلمین، اینها حاضر نیستند تن بدن به حکم الله و رسول. اینها حاضر نیستند که به راحتی حکم الله و رسول رو در بخش زندگی خودشون و در جزء حیات خودشون بپذیرن. حاکمیت حکم الله و رسول رو حاضر نیستن در زندگی خودشون قبول بکنن. برای توضیح بیشتر این موضوع انشاءالله با ما همراه باشید در جلسه بعد. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم و ممنون و همه شما عزیزان رو به الله تعالی میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.